سلام برادر عزیز، یک قصه نوبتی پیشکش شما میکنیم درباره دو دروغی که میمردن یگان گپی راست گپ نمیزدن. یک روز همون کارخانه شونده میشینن، یک تاش میگه برادر میدونی چی، ما همین زواد کار میکنیم، یک آدم مونو میگه اما خیلی ماشین همه خیلی تیله داد نادیده در تنی دیوار زد، میگه هر دو چشم کورشید. همونجا میگه یک برادری تاکر داشتیم، همو گریف ای پلاسماس چش تراشید مانشه، همه خیلی میبینه که یک روزی سیاه. بعد دوی منگش قسم میکنه، میگه خیلی بود مادم یه وقت یک استوریا بود بگه یعنی فرما در کار میکردیم، ترکتر سیلاس میکرد، میگه سیلاس میکرد همه یه آدم لپاتکه خیلی میپرتوف، میگه چه خیلی شد شاخی شکشی خشم کشید دوست پید نکرد، میگه همه خیلی مردینگیش کند رفت. ابا ما گپ خبر بسیار نشو گفته یک سینی گاو خیلی بوریدیم سیلیکون انا خیلی چسبوندیم شه او خدا زده یک همه خیلی تا همه خیلی درجه رسید که یک بارو چهار زنک دیادیخ میکرد. این دروغگوش میگه باید چهار زنک دیادیخ میکرد. همه حادثه را یگان کس دیدگیه اشتای ها اون همه آدمه که تا کرتا چشمای پلاسموسی تراشیده بود چکو انمو دیدگیه. سلامتی بر دوام، محبت الهی. یک قصه نقل میگیریم، اول منظرت میپرسیم. یک مست خدا بخبر پیش یک گورستان خطی میگذره، خیلی عبیش نال گورستان قورکن داره به خودش. خیلی قورکنی بسایی بوده، همونجا همون گورستان در خواه زکس پکس میگریسته، اوسپید نمیکده، خلاصی خروزانو میکنه، خشاو میکنه. این بدمست همه خیلی میبیه زدگی افگار دیگه سیل نیست. یک گفته خیلی جا میره بیاین هم گورستان میدونم خواه میدونه یه جوده خاک سویجی بخی همون میشینه یک قورکن درود قورکن است. بدمست خدا بخواه ویره ندیده یکی نگاه میکنه همین یه بیل خاک پریده است، میتونه نگاه میکنه درود یه آدم میترسه، مگه بلد ایره سراش ترساندن در کاره کسی باشه. نگاه میکنه سری یک گورد یک تیاق یک لطه سفید بستگه همون رو میگیره سرش نمیبنده میای بالای سری قورکن نمیخواه نگاه میکنه میگه تو چی مده خاک فریده سی. قورکن هم نگاه میکنه تا میخوره لپات که خطی میکشه میزنه شه میای در دوره قور میزنه خودش میرویه خیلی کار باشه میبینه همون یعنی میدن خیلی دراز میکشه. این بیچاره یا بیاد میاد دوری قور دخواه یا بلا میکنه خرکن کده میرویه همون لطی سفید در سرش است همین دروازه گورستان نزدیک میشه. خیلی اخیراً بهش دروازه خورد نو دای دروازه نزدیک میشه برو میگه ایتاری سرش قورکن نو خمه قپه میگه حرام در جای ما پرگول که همه درود ممکنه ای دروازه بیرون برامدن ممکنه. سلامت باشه. بسیار برادرها سوال میتونن که چوب ویدیوهای نو برآمده است. برادرها ای شما خواهش میکنم که برای هر یک ثبتی مرا هر یک ویدیوی مرا دیدن شنیدن باید شما پدپیسکه داشته باشین. نمیخواد یا نرچلی که جلد نکنین، وقتی که نرچلی که جلد نکردین هر لحظه مرا میبینین.